اما حالا نقلیات های خرد اجازه عبور از این راه را دارند و نقلیات های کلان یا نقلیات های بارکش هنوز اجازه ندارند که راه را عبور کنند. معلوم نیست که راه آنها کی باز می شود. این ماشین های بارکش قریب 3 روز است که منتظر باز شدن راهند. اکثر آنها از ولایت سوغد بعد دوشنبه محصولات آوردند و اکنون نمی توانند به خانه برگردند. کون عذاب باشم من خیلی تازه کنم با رفتم میگیریم ماشینای مایده رفتن خیلی من اون طرف بیاد با این طرف میره میریم من آشخانه با میبینیم ماشین پرفته کجا میره. چند پول صرف می‌کنه در یک روز؟ در یک روز 100 تومان. مسئولان شرکت IRS در خبرنامه گفتند سبب پیش آمدن مشکل و بند ماندن ماشین ها به خاطر زیاد بودن خطر ترمه یا بهمن است. در شرکت گفتند تکنیک های آنها شبانه روز راه را تازه می کنند، اما رانندگان بند مانده از آن شکایت دارند که کسی به سراغشان نمی آید. در عموم وقتی راه را محکم میکنند باید شرایط فراهم آورند که مردم عذاب نکشند. باید نزد این ترازوها آشخانه یا قهوه‌خانه بنیاد شود تا مردم گرسنه نمانند، اما اینجا چیزی نیست. هم تو ایستادیم. Стоим попросту. Вот так. Mana mo'lamga dak 2 ro'z bo'z istodim. Rahon نیست، rahon mahkam. همین راه میگردیم یک 5 سال 6 سال باز خدا بشکر. نه هر زمستان همین. هر زمستان احوال همین اخی. نمیازم یکشون میگن نمیکشون راه ای نمیستادیم من 2 ساعت که باز اینجا ایستادیم. همه ساله در فصل زمستان رواها در راه دوشنبه چناق یگانه مسیر از پایتخت به شمال کشور مشکل می شود. از سال 2009 شرکت IRS مسئول نگهبانی راه است و برای این کار از راننده ها پول می گیرد. در این شب و روز همچنین در چند شاهراه دیگر کشور نیز ترمه فرایی زیاد شده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان میگوید روز 23 فوریه در قلمرو ناحیه‌های شغنان و اشکاشم ولایت مختار کوهستان بدخشان 7 فرود ترمه به قید گرفته شد. متخصصان گفتند سردی هوا تا آخر هفته در کشور ادامه می‌کند. مولا رجب یوسفی شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه.